اینجا در هوای مه‌آلود ارتفاعات آذربایجان شرقی صفحات پایانی یک داستان ورق خورد. اما آغاز این داستان جایی در کوچه پس کوچه های مشهد است. محله نوقان 63 سال پیش. در هوای پاییزی آذر ماه سال 39 خدا به آقا سید حاجی و سید اسمت خانم یک پسر داد. اسمش را ابراهیم گذاشتند. سید ابراهیم 5 سالش بود که دیگر سایه پدر بالا سرش نبود. سید ابراهیم به حوزه رفت و 15 ساله بود که برای ادامه تحصیل طلبه حوزه علمیه قم و مدرسه آیت الله بروجردی شد. مدتی هم به مدرسه علمیه‌ای زیر نظر امام خمینی رفت. دی ماه 1356 وقتی روزنامه اطلاعات مقاله توهین‌آمیز به امام خمینی را منتشر کرد، سید ابراهیم رئیسی به حرکت‌های مردمی پیوست. اجتماعاتی که گفته شده بیشتر از مدرسه آیت الله بروجردی یا همان مدرسه خان آغاز می شده. اجازه بدید اشارات کوچکی بکنیم به قم و حوادث سیاسی شهر قم. در انقلاب اسلامی پیروز شد. سید ابراهیم رئیسی به دوره‌های تربیتی شهید بهشتی برای کادرسازی نیازهای مدیریتی نظام اسلامی رفت. سال 1359 دادیار شهرستان کرج شد و بعدها آیت الله علی قدوسی دادستان انقلاب او را به دادستانی کرج منصوب کرد. جز بانگ مسلسلم جوابت ندهم. دهه 60 جنگ به مردم ایران تحمیل شده بود. در بحبوحه آن رئیسی جانشین دادستان انقلاب تهران شد. فعالیت‌های قضایی او باعث شد امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی رئیسی و نیری را مأمور رسیدگی به پرونده‌های راکد در شورای عالی قضایی کند. این تصاویر برای روزهایی است که سید ابراهیم رئیسی رئیس سازمان بازرسی بوده. او دادستانی پایتخت را هم پیشتر تجربه کرده بود. اگر ما بسترهای فساد رو شناسایی نکنیم، از بین نبریم. در این دوره برخی پرونده‌های جنجال برانگیز مفاسد اقتصادی روی میز سازمان بازرسی کل کشور هم آمد. فرصت‌ها استفاده خواهند کرد. رئیسی از سال 83 10 سال معاون اول قوه قضاییه شد. او سال 93 تا اسفند 94 به دادستانی کل کشور رسید. جناب حجت الاسلام آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته، جناب عالی را که خود نشأت یافته آن دیار پربرکت و برخوردار از صلاح و امانت و کارآزموده در مدیریت‌های کلان میباشید، به تولیت آن آستان نورانی و مقدس منصوب میکنم. سید ابراهیم که روزی از مشهد برخاست و پشت میز دستگاه‌های قضایی نشست، پس از 34 سال راهی حرم امام هشتم شد و مسئولیت آستان قدس رضوی را بر عهده گرفت. بررسی کردیم که امروز نیاز مشهد چیه. من دیدم که نیاز مشهد امروز برای زائر و مجاور تخت بیمارستانی مشهد دکون کم نداره. رئیسی اسفند سال 97 به ریاست قوه قضاییه رسید. تدوین و نهایی شدن سند تحول قضایی و هوشمندسازی قوه قضاییه در دوره او اتفاق افتاد. بدون تردید اونچه که تاکنون انجام شده در جهت ارتقاء لازم بوده، حتما کافی نیست. رئیسی پا به دوره جدیدی از سیاست جمهوری اسلامی گذاشت. انتخابات ریاست جمهوری 1400 با پیروزی سید ابراهیم رئیسی با بیش از 18 میلیون رأی به پایان رسید. او این بار باید پشت میز دولت می نشست. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم. دولت مردمی دولت مدیرانی خواهد بود که دل در گروه منافع مردم دارند. بعضی از استانها میگن فلانی 2 بار اومده 3 بار اومده. من اگر لازم باشه برای حل مسائل مردم نه 3 بار نه 4 بار 30 تا 40 بارم به یک شهر و یک استان سفر کنم، سفر میکنم تا مسئله حل بشه. سابقه 2 دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در کارنامه رئیسی است. او برای 6مین دوره خبرگان هم
منتخب استان خراسان جنوبی شد. اما یک اتفاق در سفرش به آذربایجان شرقی و در ارتفاعات ورزقان داستان فعالیت‌های سیاسی او را در یک اردیبهشت بارانی به پایان رساند. ما به یاری خداوند متعال دست در دست یکدیگر ایران عزیز را به قله‌های رفیع پیشرفت و عدالت خواهیم رساند. دولت مردمی ایرانی قوی را محقق خواهد ساخت. ابراهیم اسدی، بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.